سلام خوش اومدید به این ویدیو. که دانیال اونجا وایساده پشت صحنه هست پشت صحنه میگیره. خب من اینجا الان ویدیو رو توضیح میدم. ما 10 تا سوال من 10 تا سوال درست کردم که از اینا میپرسن، اینا یه سورنو نشون میدن. نشون بدید کاغذا رو. درست میکرد فکر کنم برای یکیتون. نه درسته. خب بریم سراغ ویدیو. با اولین سوال شروع میکنیم. تا حالا مواد مخدر مصرف کردی؟ نه؟ نه مطمئنی؟ مخدر نه. خب نه من که نمیدونم شما راست میگید یا دروغ. آقا منم ندیدید. خب یعنی مصرف نکردید؟ نه اصلا هیچ. خب دیگه خیلی مقاومت میکنن. حالا دوست دختر داشتی؟ چیزی بگم من موندم. کات کرده. آره واو او بابا یکی گفت یس. خب کی اس بود؟ کراس کرده. از روح میترسی؟ سوالو نپرسیده یه سوال آوردم حالا. خب این سوال یکم چیزه جواب بدید داستان میشه. تا حالا بدون اجازه مادر پدرتون آقا این ویدیو رو پخش نکن. کاری کردید؟ چیکار؟ نه باید بگی هر کاری که بدون اجازه ما. حتی ساده ترین. نه بگی آره یا نه. حتی نه یه کاری کردید که مامان باباتون نمیدونن و نمیخواید بدونه. این ویدیو پخش میشه. نه گفته سوالو نپرسیده آوردی. آیا این ویدیو پخش میشه؟ بله. آقا جفتشون یه غلطایی کردن. خب آی خب بگو. بریم سوال چندم بود؟ بریم سوال 5. 5 سوال گذشت. تا حالا بدون اجازه خوراکی خوردی؟ اومدم بگم خریدی بعد گفتم خوردی. بله هم خریدیم هم خوردیم. هم خریدیم. الان هم میخوام برم بخرم. اصلا ببین جنجالی، یعنی میکروفون نزدیک شده صدا بیاد. تا حالا بدون اینکه پدر مادرت بدونن با رفیقات رفتی بیرون جای دور، جای خیلی دور، جایی که مثلا از اینجا تا حصارک مثلا؟ نه آره نه ولی من میلاد رفتم. خب بریم سوال خیلی دارم. تا حالا دستگیر شدید؟ از طرفه دستگیر از طرفه هر دستگیر شدید؟ من خیلی شدم. دستگیر نه خیلی. پلیس بگیرده؟ مثلا پلیس یا مثلا گشت اینجور چیزا. آره با ماشین. خب منم داشتم رانندگی می‌کردم. تا حالا دعوا کردیم؟ خب تا حالا دود مصرف، هر دودی فرقی نمیکنه، دود مصرف کردی؟ آقا این چه سوال؟ دود کبریت. نه دود کبریت. هر دودی ببین همون کبریت. آره کبریت. این آخرین سواله. اینو میپرسم بریم نیچه برشون. همین الان یه سو میارم بالا. حالا شده بچه فامیل بره تو مخ بزنیش؟ این سگ چرا خب؟ کبودش کردم. حالا یه چالش دارم براتون. سبا این سوالایی که پرسیدم و دوباره میپرسم در موردش توضیح میدید. حالا مواد مخدر مصرف کردید؟ نه اصلا معلوم. اول من توضیح بدم. برای چی میخوای توضیح بدی؟ اصلا چیو میخوای توضیح بدی؟ معلومه که توضیح نه نمیخوام. چیو میخوای توضیح بدی اصلا؟ تا حالا دوست دختر داشتید؟ خب توضیح بده. چجوری؟ چی کار کردی؟ من که نو آوردم که توضیح لازم. تو خیابون بودیم. خب داستان عاشقاش میشه. خوشی یکی داشتیم راه میرفتیم با رفیقم گفت بیا بریم بر من جورش کن. گفتم باشه. چرا به من نگاه می‌کنی؟ بدون توضیح بدم. اوکی گفتم بیا بریم باشه. بعدن رفتیم. رفیقم گفت میتونم شمارتون رو بگیرم.
گفت من به تو شماره نمیدم، به این رفیق شماره میدم. از روح میترسید؟ به چه دلیل؟ خب دیدم خب پاشدم ریدم تو خودم دیگه هم باید میترسم. یعنی هیچ داستان دیگه نیست؟ روح نه که جن. جن من روح جن هرچی. جن که واقعا یه بار رفتم دشتی همینجوری کلم من تو شهرستان بودم. جن بغل دفترهای آبادان نشسته بود که قدیمی کاگلی بغل دفتر نشسته بود. من خوابیدم و خواب بودم شدم قشنگ دیدمش، پشمام ریخته بود، بابا مقامت کردم، اینو سعی داشتم میترسیدم. بعد دیگه وقتی دوباره بلند شدم دیدم بغل دستم بود. اینو این کسی که کلم باشه خب چون تاریخ بود من زدم همون یعنی فکر کنم جنگه رفتم لیزر به ترسیده بعدشم بریم. وقتی هم که صبح بلند شدم دیدم نصف زمین اون که گل بوده گل نیست. بعد من تو دعاتمون بودیم رفتم دستشویی. بعد من خفه شدم خونه تنهاییم، منم این ته هم این دوتا گوشه، من ریدم این پشت آقا. بعد دستشویی تو حیاط بود، شب بود، تاریک و ته حیاط من بزرگ بود. رفتم دستشویی و رفتم کنار در اینجوری کلم خورد با شدت خورد. هر جوری هم باشه اگه یواش هم بخوره یه فوقش یه ذره درد کنه. انقدر خورد حداقل تا 2 ساعت درد گرفت. باد کرده بود نمیدونم بچه اونجوری دیگه یادم نیست ولی میدونم که خیلی باد. حاجی بکشیم بیرون از این داستان. اوکی بریم. حالا بدون اجازه مادر پدرتون کاری کردید؟ توضیح بود. این موقع آورد نو الان آورد یه نه یه سورده بود. اوکی بیا. اول کی توضیح میده؟ خب این کار بود که درس داشتم، درسمو نوشتم، یه تیکش مونده بود، مامانم اجازه نداد ولی من رفتم گیم نت بازی کردم. اوکی تو؟ منم با پسر خالم زیاد گیم نت رفتم و نبود. اوکی بریم سال بعد. تا حالا بدون اجازه خوراک خوردید؟ چه خوراکی؟ من بگم زمستون بود بعد سرما هم خورده بودم. میگفتم بستنی نخور، رفتم مغازه بستنی گرفتم. تو؟ منم چی بود سوال؟ تا حالا بدون اجازه خوراک خوردید؟ خریدی بخورید؟ زمستون بود پول نداشتم، رفتم از جیب بابام پول زدم، بعدش رفتم باقالی گرفتم. آها بذار تا حالا دزدی کردی؟ آقا واسه هر دزدی من یه مثلا حتی رامدادی یه دوستت یه مداد. خب من بگم بگو. من یه بچه بودم یه ماشین دزدیدم که الان خونه نیما اینا. چی دزدیدی؟ ماشین. ماشین ریدم تو خودم دیگه ماشین چیزی. تو؟ منم بچه بودم همه خونمون داد بود از بازی بودم. چاقو پلاستیکی ها بودم می‌دادیم. من خیلی پیچوندم. از محمد ملک تیله پیچوندم. من رفتم تیله کی دزدید؟ تولد فامیلمون. تیله من همین الان هم میپیچونم. بچه‌ها میان تیله میریزن من جذب کنم. من رفتم تولد فامیلمون کادو گراس براشم آوردم. نو بود. با تولد اون چی بود حالا؟ از این بسته تفنگی‌ها از تیر داره، تفنگ داره بچه. سه تا تیرم افتاده بود تو جو. گفتم اگه به رفیقم رفیقم لجم بود. گفتم اگه اینا رو برداری میرم برای همین الان یه بسته بخرم. دستشو اینطوری کرد تو لجم جوبا برداشت اینجا دستش تا اینجا میدونی چه اگه فکر میکنی چرا پایین نگاه میکنه چون من نشستم خسته شدم انقدر. بس دیگه بریم سوال بعد. حالا بدون اجازه پدر مادرت با رفیقا رفتی بیرون؟ کجا رفتی؟ برج میلاد. تو؟ جدی؟ واقعا؟ تو کجاش؟ اکیپ تا کجاش رفتی؟ رفتیم بالا دیگه. اکیپ اسکول ورودیش فقط 400 500 همون اکیپ. نه بابا. اکیپ آره اکیپ 15 16. آقا شما تو کامنت ها بنویسید اکیپ چنده؟ اکیپ 15 16 نفره بودیم. رفتیم اونجا یه غذایی هم سفارش دادیم، یه دونه جوجه سفارش دادیم. 10 نفر بودیم. خب تو من تو شهر خودمون ولی یه خیلی دور، یعنی خونه ما ته شهره، من تا بالا رفتم. فهمیدم. تا حالا دستگیر شدید؟
تو چجوری؟ من تو راه رانندگی بودم داشتم میرفتم شهرستان خاطر سنته. آره بعدا گواهینامه‌ام ندارم دیگه. بعدا این گشت اومده بود من دادم دنده 2 اومدم گرفتم بغل بابام گفت گاز بده گاز دادم 2 رو پر کردم دادم 3 نفهمیدم پلاک مارم نزدم. حالا دعوا کردی؟ معلومه همه یه بار حداقل دعوا لفظی دعوای لفظیتون رو تعریف کنید چجوری بوده؟ یعنی حرف زدنی آره مثلا دعوا فوشی و اینا. خیلی لفظی. داستان داره. خب پس ولش کن. همش فوش آخه. نه خب پس هیچی بریم سوال بعد. تا حالا دود مصرف کردید؟ هر دودی ببین هر دودی. کربیت منم که تو رو من میشناسم تو فقط داداش حالا کبریت الان مصرف نباید بگی ها؟ الان نباید بگی نه قلیون راست میگه نه کافه من دیشب بودیم اصلا خوشم نمیاد. هیچی هیچ. نه کافه دیشب سیگار داریم. فقط کبریت و شاغولش. آها نه اون کبریت. ببین خب، تا حالا شده بچه فامیل بره تو مخ بزنیدش کی بوده؟ تو بگو اول. این سگ گرفتم پسر دخترم هم واسه نه دخترم هم سنش بالاست پسر دخترمه این بعد زد خب تو با اینکه صمیمی هست من مریض بودم سبارینا اومده بود در خونه ما رفته بود رو مخم نمیتونست بیاد بیرون هی میگفت بیا بریم این ور بازی کنیم اون ور بازی کنیم ماشین بیار تو فهمی اوکی بیا این هم از این سوالا تموم شد پیچوندید یا نپیچوندید من نمیدونم آقا لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه صدای من سوال ما بیشترش یا نبود؟ بیشترش یس بود لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه این هم از اولین تا ویدیوی چنل ویدیویی Yes or بعد no? تا یه ویدیو دیگه فعلا گود بای